بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند. داود جالوت را کشت. خداوند به داود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه می‌خواست آموخت. و اگر خداوند یک گروهی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین واقعا فاسد می‌گردید. اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت می کنیم و تو واقعا از پیامبرانی.